سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به کانال خودتون، کانال دیجیتال نیوز، خیلی خوش اومدین. رفقا، در این ویدیو میخوام بهتون یک ایردراپ و بازی یک تلگرامی جدید رو معرفی بکنم که میتونیم بگیم هم مشابه نات کوین هست و هم رقیب سرسخت نات کوین که بسیار معتبر هست و از طریق چندین پروژه معتبر مورد حمایت قرار گرفته که در ادامه بهتون خواهم گفت. ایردراپ یس کوین که قبلا هم تو کانال تلگرام براتون گذاشته بودم، ایردراپ و ماین بسیار معتبر هست که مثل نات کوین و پروژه های ماین دیگه طراحی شده و میتونیم بگیم از بین همه ماین هایی که بعد از نات کوین اومدن بهتر هست و پروژه بهتری داره. ایردراپ یس کوین توسط تلگرام اپ سنتر حمایت شده، بعد از اون توسط صرافی بایننس که میتونیم بگیم برترین صرافی جهان هست حمایت شده. علاوه بر اینها چندین پروژه دیگه مثل پروژه همستر، ماین همستر که قبلا هم براتون ویدیوش رو گذاشته بودم حمایت شده، یا پروژه ورتوس که ویدیو آموزش ماین اونم قبلا براتون گذاشته بودم که میتونید برید از اون استفاده بکنید. خب رفقا، همونطور که دیدید این پروژه و ایردراپ بسیار معتبر هست، از طریق بسیاری از پروژه ها و ماین های معتبر مورد حمایت قرار گرفته و این نشون میده که در آینده میتونه خیلی خیلی خوب باشه. قبل از اینکه بریم به سراغ نحوه کار با ربات، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم. رفقا، برای شروع کار لینک ایردراپ رو هم تو کانال تلگرام براتون میذارم و هم تو کامنت ها براتون میذارم که بتونید ازش استفاده بکنید. بعد از اینکه لینک رو استارت زدید، وارد صفحه ماینش میشید. برای دریافت سکه باید این سکه هایی که روی صفحه ماینش هست رو کلیک کنید. روی هر کدوم که بزنید بر روی سکه هاتون اضافه میشه. همونطور که دارید میبینید یکم ماینش سخت‌تر هست نسبت به ماین های دیگه و سرعت پایینتری داره و اینطوری نمیتونید خیلی زیاد سکه جمع کنید. یک روشی که از طریق اون میتونید سکه های بیشتری رو جمع بکنید، این بخش که براتون مشخص کردم رو میزنید. میایید اینجا چند تا بهتون مأموریت داده، مثل عضویت در کانال تلگرام یا فالو کردن توییترشون که اگه اونا رو انجام بدید بهتون 100,000 150,000 تا سکه میده که میتونید همش رو بگیرید. بخش دیگه ای هم که داره بخش بوست هست. از اینجا میایید میتونید بزنید و ظرفیت ماینتون رو افزایش بدید، یا این بخش بالایی که اگه فول انرژی رو بزنید انرژیتون اگه کاملا صفر شده باشه پر میکنه و مثلا 4,000 تا از این ظرفیت رو به شما میده که میتونید ازش استفاده بکنید و ماین بیشتر رو انجام بدید. و بخش آخر هم که میتونید از این بخشی که براتون مشخص کردم لینک رفرال خودتون رو بگیرید و به دوستانتون معرفی بکنید. خب رفقا، اگه تا الان یک چیز رو متوجه شده باشین اینه که سرعت ماین نات کوین زیاد بود، سرعت ماین تپسواپ از نات کوین زیاد بود و سرعت ماین همستر از همه اینا بیشتر بود، ولی سرعت ماین یس کوین از همه اونا کمتر هست. یعنی سختی استخراج زیاد هست، یعنی عرضه توکن کمتر هست. هرچه عرضه توکن کمتر باشه در آینده ارزش اون توکن بیشتر خواهد بود. دیگه فکر کنم باید دست خودتونم اومده باشه ارزش این پروژه و امیدوارم که بتونید از این پروژه سکه های بیشتری جمع کنید و در آینده به سود خوبی برسید. خب رفقات، تموم شد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان کانال یوتیوب رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. اگه سوالی هم داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید. دمتون گرم.